نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شما بحث ما در باب اگه جورج نکنیم جورج که اگر میکنیم دلتان بر بچه خود میگم اگه کس خواسته باشه چیزایی را یادداشت بگیری رو تنظیم که برشون خب یکی از زیربناهای فکری که نظام سیاسی اسلام داره بحث خب اینجا در عنوان دیگر رقم آمده، در متن دیگر رقم آمده. خب خیر مطابق هم متن پیش میریم. فراگیر بودن اسلام نکته دیگهش توجه و ارج گذاشتن به علوم است. مفهوم توجه و ارج گذاشتن به علوم چیست؟ در این باب هم اصل هفتم در این باب هم چند نکته نیاز است که دوستا دقت بکنن. ما وقتی میگیم علم، این کلمه و این لفظ بر اساس معیارهای مختلف میتونه معانی مختلف داشته باشه. مثلا از دید مفاهیم دینی علم غالبا مجموعه از معلومات است که در نتیجه وحی به وسیله انبیاء علیهم السلام بر بشر آورده میشه. اما گاه وقتا مثلا کسان کلمه علم را به دیگه مفاهیم به کار میبرن. خصوصا اگر دوستا دقت بکنن، ما در زبان انگلیسی مثلا یکی نالج داریم، یکی هم ساینس داریم. نالج یک کلمه عامتر است، مجموعه کلی است، ما شما رو تعبیر به دانش میکنیم. اما ساینس بیشتر به علوم تجربی اطلاق میشه. علوم تجربی چی را میگن؟ علوم تجربی او را میگن که بر اساس فرمول های شناخته شده تجربی ثابت میشه. مثلا H2O یک فرمول است دیگه. هرگاه H2 یعنی دو مولکول هیدروژن همراه با یک مولکول اکسیژن یک جا چی رو تشکیل میده؟ آبته. این تجربه است. در هر جایی که برید، در هر جای دنیا برین، یک کافر هم این تجربه را بکنه، همین نتیجه به دستش میاد. یک مسلمانم دقت کردین اینا مفاهیم تجربی است. اسلام به عنوان یک دین به علم، به مفاهیم عام و کلیش به همه توجه داره. البته یک نکته دیگه هم نیاز است. یکی ما شما علوم وحیانی داریم، یکی علوم تجربی، یکی هم علوم میشه برش تا حدودی تعبیر کرد علوم عقلانی. علوم عقلانی چی را میگن؟ یک سلسله از قواعد پذیرفته شده عقل بشری است که کسی او رو معمولا نمیتونه چی بکنه؟ انکار بکنه. البته باز این شاخه‌های مختلف داره و در جزئیات از این باز در بین علما اختلافات زیاد آمده. مثلا یک قاعده عقلی است که جز بزرگتر از کل است. یک قاعده عقلی است جز بزرگتر از چیست؟ کل. مثلا اینی قسمت کتاب جزء از این کتاب است. لازما اینمی قسمت از کتاب که جزء از این کتاب است از خود کتاب که باید چی باشه؟ کمتر باشه. امکان نداره که جز پس از کل کتاب کردی شود زیادتر شود. در هیچ حالتی ممکن نیست. به این خاطر اگر یعنی عمومی ما دقت بکنیم، یکی علوم وحیانی داریم که بر اساس چی به اصطلاح پایه‌ریزی شده؟ بر اساس وحی که توسط ملائکه بر پیامبر میاد و پیامبر بر ما رو توضیح میده. یکی علوم عقلانی داریم، مراد از علوم او مفاهیم است که بر اساس قواعد پذیرفته شده عقلی به اصطلاح وضع شده. البته اینا باز در موارد فروعات متفاوت داره و اختلاف زیاده در بین علما در بابشان هست. و یکی هم علوم تجربی داریم. مراد از علوم تجربی یعنی او دانش بشری است که در نتیجه تجربه انسان ها ایجاد شده. اسلام به همه این علوم توجه میکنه. به همه این علوم چی میکنه؟ توجه میکنه. خودش به عنوان یک دین منبعش کجاست؟ منبعش وحی است. خب بر او قواعد عقلانی را هم قبول میکنه که علوم عقلی معرفی میکنه، در صورتی که در تضاد با مفاهیم وحیانی نباشه. یک گپ دوم، اسلام به علوم تجربی هم توجه میکنه و از اونها هم در زمینه های کاربردیش استفاده میکنه، در صورتی که در تعارض با نصوص شرعی قرار نداشته باشد. بعضی از مردم
نگاهشان به علوم عقلی یا علوم تجربی یک نگاه بسیار حداقل است که خوب نیست. نه مثلا امی که نام فلسفه رو شنیده میزمی دور میگه گم کی کفریات است کش. خب درست است که در فلسفه کفریاتی وجود داره، اما گپای خوب هم از دیگه نیست که همیشه سر تا آخر کفر باشه دیگه. دقت کردین؟ یا مثلا منطق، خوب درست است که در منطق در همه بر همه زیاد است، خصوصا زمانی که متکلمین آمدن عقیده اسلامی را بر اساس منطق معرفی کردن خیلی خرابیا کردن. اما معنای گپی نیست که دیگه منطق از اول تا آخر دیگه چیز چتیات از کمش کوسکش به درد نمیخوره. دقت کردین؟ یا مثلا سایر علوم تجربی مثلا ریاضی، نفهم، فیزیک و کیمیا و بیولوژی شما خوب بلدین اینا را، نه این خوششان نمیاد، حداقل فکر میکنین این چیزای خوبی نیست، در حالی که خصوصا علوم تجربی چیزای خوبی زیاده داره و از نیازهای زندگی چی هست؟ و از نیازهای زندگی بشر هست. پس چند گپ در اینجا به عنوان قواعد کلی مد نظر داشته باشین. یک، اسلام با هیچ چیزی به صورت کلی بدون از اینکه به اسلام منافع از اونها را و مضرات از اونها بسنجه دشمنی نمیکنه. دقت کردین؟ بعضی ها اینطور استدلال میکنن، میگن اینی کار نتیجه خراب داشته. بله، با آنچه که نتیجه خراب داشته باشه با اون موافقت نمیکنیم، اما نکات مثبت کلی از او را ما میگیریم و میتونیم این مفهوم را از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بفهمیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الحکمت ضالة المؤمن. حکمت اینجا به مفهوم عامش به کار رفته، یعنی دانش گم شده مؤمن است. فاین وجدها فهو احق بها. در هر جایی را پیدا بکنه به او چیز سزاوارتر است که او را بگیره و از او استفاده بکنه. البته باز بعضی از نصوص احادیث دیگر را مردم در این باب جور کردن که نصوص صحیح نیست، بعضی هاش جعلی، بعضی هاش مثلا اطلب العلم ولو بالسین، این حدیث جعلی است، یا در قسمت او حدیث پیامبر صلی الله علیه و کلمه و مسلمتون اضافه میکنن طلب المسلم فریضه علی کل مسلم برای مرد و زن اطلاق میشه، اما اونا چون فکر میکنن که تنها به مرد است به یک مسلمان هم اضافه کنین که امیر چی کنیم جبران کنیم، در حالی که نه، کلمه مسلم وقتی عام آمد شامل چی میشه؟ شامل مرد و زن میشه. و اون روایت دیگه هم که میگه است از گهواره تا گور دانش بجوین، این هم از لحاظ سند مشکل داره، اما مفهومش صحیح است. اسلام بله با کسب دانش با همه رشته‌هایی که علم داره موافق است و از او میخواید چی بکنه؟ استفاده بکنه. حالا هدف اصلی گپ ما چیست؟ در این قضیه چی ربط به نظام سیاسی داره؟ ربط ازی به نظام سیاسی ده چیز ذهن شما رو خراب میکنی تا که شما بر جورش که تو باز مکم میزن. یک دانه از اونجا خورده کلام میشه از بالای سرش دیگه. یکی دیگه شام چی داره؟ از اونو میزک نداشت اونجا، میزک چی کردیم؟ کجا هستن مسئولین به اسلام، مسئولین برنامه کجا هستن این گنگسا؟ سلاید اون آورد برو وانش که تو خوب دل جمع ببینین شما، چرت شما هم خراب نشه از ما. او طرف باره این شما برای چی اینجا موندین؟ این از ری ستایل است. صحیح. برو غیره پیش غیره. خب خب نکته که ربط از این قضیه به نظام سیاسی اسلام در چیست؟ زمامداران مسلمان و حکومت اسلامی در جامعه اسلامی زمینه بر کسب همه دانش‌های مفید را که زندگی و حیات انسان‌ها به او وابسته است و به او نیازمند است را لازم می‌دانند.
و از مکلفیت های نظام سیاسی اسلام امیست که بر مردم زمینه کسب دانش شرعی و دانش غیر شرعی که حیات بشر به او بستگی داره را باید چی بکنه؟ مساعد بکنه، یک، تشویق بکنه، دو، و به خاطر رشد از او باید تلاش به خرج بده. متوجه شدین؟ یا اگر بیخی واضح تر برای شما گپ بزنم، یک دولت اسلامی برای مردم مدرسه دینی هم جور بکنه، خب مکتبی که علوم اصلی را هم ضرورت داره را باید جور، اردوش مکلفیتش است. متوجه شدین؟ و بین از اینها یک توازن معقول باید ایجاد بکنه و حتی من تصور میکنم که اینا را به گونه‌ای باید ترتیب شود که اینا مجزای از همدیگه شناخته نشن. با آل یک رقم امیت یک ذهنیت آمده و حتی این ذهنیت باعث یک سلسله نزاع‌های کلان در جامعه ما در گذشته و حال شده، به اصطلاح جنگ مکتب و مدرسه، در حالی که این تو تصور میشه که گویا این دو علم با هم در تقابلن که با هم دیگه در اختلاف قرار دارن. هیچ وقتی رقم نیست. در اصل مکتب و مدرسه باید هر دوش یکی باشه. مکتب مدرسه باشه، مدرسه چی باشه؟ مکتب باشه. چرا؟ به خاطر ازی که جامعه به هر دو اینها نیاز داره. باز در بعضی بخشا اگر تخصصی تر میشه از هم جدا شه و مشکل نداره. متوجه شدین؟ به همین خاطر هست مثلا ما شما در پانتون حال فعلا مضمون ثقافت اسلامی را به غیر از شریعت دیگه پانزه میخورن. چرا؟ به دلیل از این که در ثقافت اسلامی بیشتر ضروریات اندیشه و تفکر اسلامی تدریس میشه که هر مسلمان لازما او را باید بفهمه. دقت کردین؟ ولو یک نفر تخصص شرعی نداره اما از عقیده اسلامی باید آگاهی داشته باشه. در جهان بینی اسلامی همی خوانده میشه. مثل سر اول ولو یک نفر متخصص علوم شرعی نیست اما احکام عبادی خود به عنوان یک مسلمان باید بفهمه، این سرش فرض است. مثل سر دو ما میره میخونیم. ولو یک نفر متخصص علوم شرعی نیست اما به عنوان یک مسلمان از احکام اخلاقی اسلام باید آگاهی داشته باشه و او را در زندگی خود عملی بکنه. امیر دان از سمسر سوا میخوانیم. ولو یک مسلمان اگر متخصص علوم شرعی نیست قواعد و ضوابط و اصول و معیارهایی را که جامعه اسلامی را تشکیل میده و تعبیر نظام اجتماعی اسلام اونا را باید عمومیات و کلیاتش باید بفهمه و از او آگاهی داشته باشه. دقت کنید اول رقم سمسر پنجم نظام سیاسی را که ما شما فعلا میخوانیم، سمسر ششم نظام اقتصادی اسلام هست. یعنی یک مسلمان ولو متخصص علوم شرعی نیست آیا این معاملات در جامعه نداره؟ معاملات اقتصادی خب قطعا داره. آیا بالای از این لازم نیست که احکام معاملات اسلامی را بفهمه که کدام معامله حلال است کدام معامله حرام است؟ قطعا لازم است سرش. با وجود از اینکه مثلا کامپیوتر ساینس میخوانه یا نمیفهم طب میخوانه یا انجینری میخوانه یا اقتصاد میخوانه یک چیز دیگه میخوانه. اما این تقابل از کجا ایجاد شده؟ این تقابل از جایی ایجاد شده که در گذشته ها شما میدونید در افغانستان نظام خصوصا دوران کمونیست‌ها یک نظام کمونیستی حاکم بود و اونها به عنوان مدافعین علم و دانش تنها او علومی را میگفتن به اصطلاح علوم تجربی را بیان میکردن که در تقابل با دین بود. مثلا می آمدن فلسفه را بر مردم تعلیم میدادن، فلسفه کمونیسم را به او را حق میدانستند. بله اسلام چنین چیزی را اجازه نمیده که در جامعه اسلامی یک فلسفه کفری را یک نفر بیا چی بکنه به عنوان یک عقیده حق و درست تعلیم بده. اسلامی را اجازه نمیده. اما اگر یک نفر متخصص فلسفه میشه و او میرفت اندیشه کمونیسم را میخوانه و او را به عنوان یک مکتب غلط و باطل بر اساس دلایل معتبر عقلانی نقد میکنه، بله هیچ مشکل نداره. تفاوت دقت کردین؟ هی فرق است بین از این دو گپ. این که مثلا یک نظامی بیاید یک فلسفه کفری را بیاید در نهادهای تعلیمی بر مردم به عنوان یک عقیده صحیح و درست تعلیم بده، مثلا که در دوران کمونیست‌ها در افغانستان هم تو بود، قطعاً باطل است و هرگز اسلامی را اجازه نمیده و هرگز حکومت نمیتونه حکومت و نظام اسلامی بوده باشه که بر مردم چی درس بده؟ یک عقیده کفری صریح را بیاید درس بده. اسلام قطعاً را اجازه نمیده. دقت کردین؟ اما این که در دوران ملا صاحبا بازی رقم گپ شده بود که مثلا ما مکتب میرفتیم، در مکتب دیگه خوب طبعا یک نفر فضای مکتب تا مدرسه فرق داره، نه کتابای کلان آورده بودن اینی میره بعد مثلا دوی مکتب شما شده میره بعد بخورین دایر وای نمیفهمین کی چیز این هم درست نیست. دقت کردین؟ یعنی همیشه یک مشکل کلان جامعه ما همیست که یا افراد کردیم یا چی کردیم یا تفرید کردیم. یا خوب یادم ما وقتی مکتب میرفتیم سر ما الزامی بود لنگی، اگر لنگی نمیداشتیم در سر فایل مکتب چنان قفوی میورداش ما را
چرا تو باید باشیم؟ چرا این رقم باشیم؟ نه یک دفعه میریم به اصول از اون طرف دیوال خدا بنازیم، یک دفعه از طرف دیوال خدا بنازیم. یک گروه ما میگه که یک نفر که امی که گفت لا اله الا دیگردن از این نمی لیلی این روبری شما که درس میخونیم از این اینجا در دوران کمونیستا صدها جوان مسلمان که اگر در یک جای پت نماز خوانده بوده و کس گیرش کرده بوده از این لیلی بردش و تا هنوز زنده و مرتجع شده. این افراط ببینین و او افراط ببینین که یک بشر یک خورتره که اون رو من ملزم میکنم که تا اینجا بیلنگین آمدی باز قفایی ببین. خب این هم غلط است دیگه. متوجه شدین ما را اینمی گپ به اصطلاح خراب کنه یا اون رقم هستیم یا این رقم هستیم. ما اگر ما اسلام با یک فهم معتدل و صحیحش ببینیم و تعامل ما با هر چیز یک تعامل عقلانی صحیح باشه. اسلام فلسفه های کفری را رد میکنه. خب اگر اون را قبول کرد دیگه اسلامی باقی نمیمونه. متوجه شدیم؟ اما آیا اگر یک نفر در یک جای رفت مثلا فلسفه را خوان به عنوان یک تخصص او حتما کافر است دیگه؟ نه خیر، تو کافر نمیشه. دقت کنید، من خودم گاهی وقتا باور بکنید در پانزه علوم اجتماعی درس داشتیم، رشته فلسفه مسلمانایی بودن که از من خیلی مسلمان تر بودن. دقت کنید، اما بله بعضی از جوانای نافهم ما وقتی او مفاهیم میخوانن و خودشان توانایی حل او مفاهیم ندارن در ذهنشان یک کمکشون طلا شبهات چی میشه؟ ایجاد میشه. به همین خاطر او پوهنزای هایی که دیدگاه های دانشمندان غیر مسلمان بیشتر تدریس میشه و خود محصلین نمیتونن او شبهاتی که در ذهنشان در نتیجه این دیدگاه ها ایجاد شده را حل بکنن، حداقل یک کمک چی میشن؟ متزلزل میشن، یک کمک میلنگن. البته اینا نیاز دارن که خودشان هم تلاش بکنن پاسخ این شبهات پیدا بکنن. یک دوم علما و استادا و دعوتگرای عزیز ما مکلفیت دارن که بتانن اینمی شبهات به صورت علمی و معصب چی بکنن؟ حل بکنن و پاسخ داده بتانن. نکته بسیار گپ جالب هم است. من خودم یک روز خوب یادم میاد یک سن استاد دایی درس داشت، سمستر دهمشان شده بود. خب استاد کمی حساسیتش خوب نبود، من گفت میسم تو پیش ببر، من حوصله رو ندارم. رفتم که اونجا متوجه شدم که کمی مناقشه زیاد میکنم. من گفتم خیلی خوب مناقشه کردیم. باور بکنین یعنی با وجود از اینکه اگر ما از اول قضاوت نکنیم که نه اینا دیگه خلاص شده از دست رفتن، بسیار قضاوت غلطی بود. فرصت برشان دادم، گپای خود گفتن و جوابشان برشان دادم. قسم به الله متعال اما قدر خوشحال شده بودن مثل از وری که اینا یک چیزی را که در سالهای سال گم کرده بودن آل یافتن. یعنی منظور من است که در بین اینمی مردم هم بسیار انسان‌های منصفی هستند که اگر ما بتونیم شبهات ذهنیشان دقیق حل بکنیم اسلام میپذیرن. من خودم یک بار نبوده، بارها همین تجربه را عملا دیدیم در همین پانتون کابل. ما خودم میره بارها تجربه کردیم که یک گونه کسانی را مردم آمده گفتن نه فلانی صرف یک چند تا کافر است که به خدایش هیچ گپ گوش نمیکنه. چرا این رقم بوده؟ غالبا یک عده، البته این درگیر استادا ما هم نداریم، یک عده استادای ما یا خودشان توانایی هضم مطلب نداشتن یا اگه خودشان خود فهمانده تانسته بودن دیگران را فهمانده نمیتونستن. یک نفر سوال میکنه به جای از اینکه پاسخش بده یک پا نزنی که پا کفر است. خب کفر است یا ایمان؟ تو جوابش بده دیگه. به همین خاطر پرسیده میشه نه همین که حال مقال میکنه نه این رقم گپا رو نزنیم، باید اون گپا رو باید بپرسه و تو جوابش باید بدی و خوبم باید جواب بدی و به روش نیکو هم باید جواب بدی و احترامش هم باید حفظ بکنی و با او تقابل به اصطلاح مغرضانه نکنی. یگان تا که باز بیخیزورشون چی میگه تو ولی اگه از امتحانات پیشم ترجیحی فهمیدن. این یک عده استادایی که خصوصا این رقم استفاده میکنن از این عنوان استادی واقعا ظلم میکنن در حق خود، در حق استاد، در حق علم و در حق محصل. این ظلم میکنن و متاسفانه ما داریم از این نمونه از استادا. امیدوارم ما را دگیر ندین. خب اینطور هست. دقت کردین؟ خب پس ما چی میگم؟ او جوانان ما، البته اینجا یک خالیگاه کلان دیگه هم ما داریم و به این خالیگاه هم باید بزرگا و علما و استادا اعتراف بکنن. مثلا در باب مسائل اقتصادی، خب مسائل اقتصادی یک تخصص بسیار کلان است. مثلا ما در پانتون کابل میال چندین دیپارتمنت داریم. خب یک محصل بیچاره مکلفیت داره در یک باب برای مثلا تحقیق بکنه. خب به خاطر تحقیق در اون مورد دیدگاه شرقی هم از دیدگاه غربی هم از دیدگاه نفهم هر کسی است. اما یک دانشمند مسلمان متخصصی که هم دین فهمیده باشه و هم نظام اقتصادی را فهمیده باشه و عموم موضوع مشخص را به یک روش علمی دقیق و همه جانبه ارزیابی کرده باشه نداره. این مسئله بیچاره چطور کنه؟ اینجا مکلفیت به عهده چی کسانی است؟ به عهده علما و استاداست که این خالیگاه ها را پر باید بکنن.
یا مثلا یک محصل حقوق در یک موضوع حقوقی میره بحث میکنه، اگر از می اولم شروع میکنه دانشمند شرقی و غربی نامش میاد، از آخرم شروع میکنه دانشمند شرقی و غربی میگه این فلانی کار غربی ها کردن فلانی، و در او باب در حالی که دانشمندان اسلامی و نظام اسلامی و تمدن اسلامی بسیار چیزهای زیاد داره، اما در دسترس عجیب شده قرار نداره، اغلبا به زبان چیز و زبان عربی است. و این بیچاره هم خواب معمولا که اگر اون که اولین کاری میکنن میبرن در گوگل این کلمه رو نوشته میکنن و به زبان فارسی هر آن چی که بیایم از منابع چی میاد، از منابع شیعه میاد. و اونا خود دیدین اگر روایت هم میاره صحیح غلط تعبیرش میکنن، اگر حدیث هم میاره احادیث غیر معتبر است. ولی مسئله بیچاره چی کنه دیگه؟ خی ما امو خالیگاه های ذهنیش حل نکردیم، باز می ملامت میکنیم میگه پارازم تو کافر میشیم. خی بیچاره چطور کنه؟ حالا دقت کردین اینجا ما چی داریم؟ اینی خلاها را هم باید پت بکنیم، این خلاها را هم باید پر بکنیم تا اینکه یک محصل ما به هر موضوع و معضله جدیدی که مواجه میشه بتونه او را با یک منطق بلند قرآنی و نبوی و عقلانی پاسخ بده تا دلش به او پاسخ آرام بگیره. دقت کردین من یک واقعیت میگم، ممکن یک دی زیاده از حداقل در بین شماها هم یا در گذشته بوده یا حتی تا هنوزم بعضی از سوالای در ذهنتان باشه که شما هنوزم او را براتان حل نشده، یعنی یک قناعت کامل برش پیدا نکردین، خجالت بیان کردن از او را هم ندارین. گاهی وقتا که ذهنتان نارام میکنه یک رقم میخواین از پیشش بگریزین. اما تو شده یا نه؟ هستی یا نه هم رقم میگم؟ خوب دقت کردین؟ خیلی از مسائل میآید در ذهنتان از در مورد موارد شاید بسیار مهم هم باشه، در مورد موارد ممکن فرض بوده باشه، در موارد ممکن چی بوده باشه، یا خداوند چرا اون رو حرام کرده یا فلان چیز فرض کرده، خودتان هنوز خود خوب قناعت داده نتونستین و این جرأت هم ندارین که بیاین از یک کس سوال بکنین و ممکن از یک کسی سوال هم کردین او برای شما قناعت کافی داده نتونسته. این به عنوان یک نقطه در ذهن شما چی مونده؟ مانده. هر وقتی گاهی وقتا میآید بیدار میکنه شما را، با شما میگن که از این تیر شد یعنی تیر تا نمیارید. من اصلاحی هم تر بگم این روش درست نیست. او را بگذارین مطرحش بکنین، خوب جرأتمندانه هم مطرحش بکنین، اما پیش کسی که براتون او را حل کرده بتانه. به خاطری که من پیش بعضی ها بودم مثلا آمده یک سوال یک شبهه را مطرح کرده، پاسخ دهنده و شبهه را به گونه به اصطلاح خودش جواب داده که او شبهه را خوب کلان کرده هیچ پاسخی بر جانب مقابل داده نتانسته. بله. یک سوال در ذهن ما گشت که در زمان سلیمان پیامبر بله وقتی که تخت بلقیس گفت بیاد یکی از وزیرایش بود که هر کسی یک نفر از اعضای یکیش گفت که من میارم تا از جای به جای شی، بهش گفت که چشم به هم زدن مایل برات میارم. اینی در عالم اسباب دنیا اگر فکر کنیم هر جسمی که میگه برابر صورت نور اگر که بیشتر حرکت کنید مشعل واره میسوزه. این تخت یعنی چه قسم در این عالم اینجا انتقال شد و این نشد. اینو میری چی رقم جواب بتیم؟ کی جواب از اینو میتن؟ کلتان میگه پشنیدین نه؟ در قرآن کریم آمده. کلتان قبولش کردین نه؟ از دوی چی قبولش کردین؟ الله گفت. درست ببینین در اینجا سوال از اینم ما به کفه رک بیشتر گفتیم. شبهه را من خوب کلان میکنم حالش رو بمانم با شما. خب سعی کنین. این امی نفر خب پیامبر نبود که بگه معجزه است و معجزه امر خارق العاده است. چی رقم جوابی رو میتیم؟ این نفر پیامبر نبود که کارش چی بگیم؟ معجزه بگیم. چون در معجزه بله امی پاسخ امی نکته ای رقم داده میشه که این در باب شب معراج میان مطرح میکنن. درست است که وقتی مثلا گفته شده که معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ جسمی یا روحی است. خب یک عده میگن جسمی یک عده میگن روحی، اما قول راجح است که جسمی و روحی است. بعدی سوال مطرح میکنن پیامبر وقتی با جسم و روح خود رفت سرعت پیامبر باید تا کدام حد رسیده باشه؟ بر اساس علوم تجربی پیامبر در یک شب خیلی جاها رفت پس دوباره برگشت، پس سرعت پیامبر قطعا بالاتر از سرعت نور شده. و شما اگر یک جسم مثلا اینی موبایل یا حتی آهنه با یک سرعت ما فوق سرعت نور حرکت بتین ذوب میشه، خب جسم پیامبر چرا ذوب نشد؟ پاسخ بسیار ساده است. معجزه امیره میگن الله هر کار میتونه. من پاسخ علمیشه میخوام بگم. ما در تعریف معجزه چی میگن؟ امر خارق العاده. عاده مرادش چیز؟ مراد عادت انسان ها نیست، یعنی خلاف قوانین حاکم در هستی. عادت چیز؟ مثلا یک شما
یک لایتر داری کدام تون بیتی میگیتی خواهد داریم سعی کنین اینی لایتر آتش داره هرگاه اینمی آتش ما به این جسمی که قابل سوخت است برسانم قانون چیست؟ من کتاب خطر نمیتونم اگر میره برسانم چی میشه؟ این قانون است اینی عادت معمول در چیز؟ در هستی اما با وجودی که آتش به این برسه و این جسم قابل سوخت باشه بازم نسوزه اینی معجزه میشه متوجه شدیم؟ اگه این طبق معمول باشه خیلی معجزه نیست دیگه مثل چی واره؟ مثل از این واره که مثلا اگه فرد بگه که من پیامبر هستم خب پیامبر هستی بله چی معجزه داری؟ من اول که از بالا منازم پایین میره درست هستی؟ چرا قبول نمیکنه؟ هر کس که از بالا منازم پایین میره این قانون است زمین کشش جاذبه داره یک جسم فیزیکی پایین میره دیگه این دیگه این کجا از این معجزه دعوای پیامبری داره دیگه اون وقت دعوای پیامبری که جسم آب جسم مایع اگر بنازی بالا بره این خلاف قانون است اینجا بگیم که بله متوجه شدید نه بلا فاصله حکم نمیکنیم او ارزیابی میکنیم تفاوت بین معجزه بین سحر بین کرامت بین استدراج اینا هر کدام جدا جدا یعنی من مثال برای شما گفتم یک نفر دعوا کرد که من چیستم پیامبر هستم برای از او گفتن که خب تو پیامبری گفت بله پیامبر هستم گفت خب یک معجزه چیزی خب به ما نشون بده خب بگین چی کنم یک کدام درختی چیزی موجود بده گفت بگیم درخت پیش تو بیای که هر چی گفت او درخت ببینم من گفت من از پیامبرای متکبر نیستم من پیش درخت میرم حالا منظور گپم ایست که ما یک گپ حل بکنیم سوال همین رقم مطرح میشه که وقتی آدم کلیت گپ بفهمه دقیق در حل کده میتونه الله متعال بر سلیمان از گپ دور میشیم خب به خاطر حل گپ خیلی توضیح میتونم الله متعال به سلیمان علیه السلام را پادشاهی داده بود که برای هیچ کس دیگه بعد از او برای کسی پادشاهی را نداده پادشاهی بالای انسان ها بالای جنیات بالای حیوانات اینا هم یک روز آزادی میگیره که هدهد نیست میگه تیر بیا یا یک دلیل واقعی بگه یا میکشمش خلاص هدهد میگه من رفتم در جای زنی را دیدم که مردم به اصطلاح حکومت میکنه و غیر الله را عبادت میکنن این یک دعوتگر است این هدهد دعوتگری خبر میته سلیمان السلام بر از اون نامه روان میکنه و دوباره پاسخ نامه از اون میآید و سلیمان السلام امیدوار است که چی کنه بلقیس دعوتش بپذیره خب سلیمان السلام به خاطر که قدرت فرمانروایی خود را نشان بده پرسان میکنه که چی کسی میتونه تخت بلقیس که یک تخت بسیار مشهور و بزرگی بوده بیاره افریت قرآن کریم میگه قال افریت من الجن یک کسی از جنیات که خوبه جنیات خورترک و کلان زیاد دارن خورترک دارن به اندازه زیبا چه که کلان دارن از نشون اون کاتش گفت که مایره تا از جایت بخیزی و بشینی میارم یعنی جنیاتی قدرت الله براشان داده در یک فاصله زمانی کمی میرن میتونن تا جای بسیار بلند پس بیان متوجه من میکنم ممکن مثلا یک جن نمیشه دمی یک ثانیه مثلا برو آلمان پس بیاد اینجا بشه جن غزنی رفتن متوجه شدید بعد از زیارت میرن دقت کنید این توانایی الله بر از اونها داده قرآن کریم بعد میگه کسی که الله برش علم کتاب را داده بود کسی که الله برش چی داده بود علم کتاب داده بود او میگه تا قبل از یک چشم به هم زدن ایرم براتون میارم مراد از این قسمت آیت چیست در این باب مفسرین اقوال مختلف دارن یک قول والله اعلم مشهور البته من تحقیق کامل در این باب ندارم اما اون چیزی که عمومیاتی که در ذهن من براتون میگم یک قول مشهوری است که میگه اینمی شخص مستجاب الدعوه بود مستجاب چی بود دعوه بود و اسم اعظم الله متعال را میدانست او اجابت دعاش زود بود و طبعا وقتی اجابت دعا شود بعد اسباب ظاهری نیاز نیست اجابت دعا یعنی تو کمک میخوایی از جانب الله متعال که اینمی گپ چی کنه در اونجا باز دیگه اسباب مادی نیاز نیست که او سیستم های مشخص به اصطلاح انتقال یک جسم فیزیکی را بر اساس معیارهای مادی بسنجیم دقت کنید و ظاهر نسم میره میرسانه که علم کتاب برش داده شده بود نمیدونم الله متعال میتونه که والله علم یعنی این قول میتونه چی باشه میتونه دقیق باشه که او مستجاب دعوه بود و نکته دیگه چیست که بر اساس اسباب ظاهری که بشر امروز اجسام انتقال میته این به صورت به طریق اولاد او زمان وجود نداشت
دقت کنید. و امیر میگن کرامت. اینجا چی میگن؟ کرامت امیر میگن. یک امر خارق العاده. در خارق العاده بودنش چیست؟ با معجزه شریک است. کرامت امر خارق العاده است، یعنی خلاف قوانین حاکم در هستی. خب بس دست چی کسی صادر میشه؟ دست کسی که مدعی نبوت نیست و بلکه انسان صالح است. دقت کنین، انسان صالح است که عقیده و عملش موافق با شریعت زمانش باشه و به میخاطر هم در مفهوم چی داخل میشه؟ امر خارق العاده داخل میشه. دقت کردین انشاءالله. خب پس اصل گپ ما در باب اعظمی است که دا توجه و ارج گذاشتن به علم. نظام اسلامی و حکومت اسلامی به علوم، به همه علوم توجه داره. اول به علوم دینی توجه جدی داره. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه است که عقاید مردم و باورهای مردم را و عبادات مردم را و اخلاقیات مردم را به صورت کامل حل میکنه. با او علوم عقلانی که در تقابل با شریعت الهی نباشه و زندگی انسانها به او نیاز داشته باشه، به او هم چی میکنه؟ توجه میکنه. و حتی او علوم عقلانی که در تقابل با شریعت هم باشه، به عنوان یک تخصص علمی او را میخوانه و پاسخش برش میده. متوجه شد؟ مثلا من به عنوان یک مسلمان نظام اسلامی را برگزار میکنم، در نظام اسلامی پانتون دارم. یک بخشی از رشته های پانتون چیست؟ متعلق به مفاهیم فلسفی است و مفاهیم فلسفی مطرح در دنیا را مسلمان های متخصص اونجا باید بخوانن و پاسخ های علمی باید بر از اون دیدگاه ها باید چی داشته باشن. متوجه شدین؟ حالا نمیشه یک نفر بیا پیش از پیش مرا بگه تو کافر شدی. چرا کافر شدی؟ تو ببین نظام اسلامی خدا میگه در پانتون تو چی داری؟ دیپارتمنت فلسفه داری، اونجا که پای کفری خوانده میشه. متوجه شدین؟ این رقم درست نیست. نظام اسلامی به عنوان یک نظام همه‌جانبه و کامل و مفاهیم فکری مطرح در دنیا را از لحاظ علمی و بر اساس در روشنایی شریعت الهی چی میکنن؟ تحلیل و ارزیابی میکنن. و تحلیل و ارزیابی زمانی میشه که ما از یک گپ آگاهی داشته باشیم. نه مثلا من بر شما وظیفه میتونم برای کاکا میگم که کاکا مثلا که ما شما سکولاریسم خواندیم، نه تو برو سکولاریسم بفهم، بیا بر ما از دیدگاه اسلامی به اصطلاح جواب سکولاریسم بده. خب این کارو باید بکنیم نکنیم؟ میگه مطرح هست. نه یا امر رقم دیگه نظام های دیگه که در دنیا وجود دارن. پس نظام اسلامی حتی علما میگن که او علومی که در جامعه نیاز است، اینها دانش آموختن از اینها فرض. مثلا ما شما آیا با دکتر در جامعه نیازمند هستیم یا نیست؟ داشتن دکتر در جامعه سر مسلمان ها چیست؟ فرض است. ما به انجینیر نیازمند هستیم یا نیستیم؟ و به دیگه به رشته های مختلف علمی. اینا را دولت اسلامی سرش فرض است که باید انجام بده. البته این فرض عین نیست، بلکه فرض چیست؟ فرض کفایی است. خب معیار دیگه معیار تقوا و تخصص، معیار برتری است. مفهوم این گپ چیست؟ یک دو بخش میتونه داشته باشه. یکی تعامل با انسان ها در جامعه اسلامی بر اساس قومیت و زبان و نژاد و منطقه نیست. اسلام همه تفاوت‌های موجود در میان انسان‌ها در زبان و قوم و نژاد و منطقه را، اینا را نشانه از نشانه‌های عظمت الله می‌دانه. نشانه از نشانه‌های چی؟ عظمت الله. اینها دلیل برتری نیست. پس هر نوع تعصب نژادی، قومی، زبانی، منطقه‌ای از دید اسلام جاهلیت و گمراهی است. این که یک نفر بگه که ما پشتون هستیم اتو کردیم، که دیگه بگه ما تاجیک هستیم، بیخی از شما که خیلی بالا هستیم، هزارا به نگه دیگه بگن، ازبک‌ها گپ دیگه بگن، ایماق به اینا کاملا مردود و باطل است. اما حفظ تفاوت‌های موجود در میان انسان‌ها خودش یک امر شرعی است. مثلا من قومیت خود حفظ بکنم و از لحاظ قومیت شناخته شوم به قومیت اصلی خود، به هویت اصلی خود، این یک حق مشروع من است. و اگر کسی این حق از من میگیره کار حرام میکنه. و اگر من این هویت خود دلیل برتری سر دیگران قرار میتم، هم کار چیست؟ کار حرام است. در جامعه ما شما یک او کار میکنن، یک چی میکنن؟ این کار میکنن. هر دویش غلط است. دقت کردین این تفاوت بفهمین. مثلا یک نفر میاد قومیت خود میگه، این حقش است. الله متعالی را به رسمیت شناختنی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم، این الله میگه ما این کار کردیم، شعوبا و قبائل لتعارف. و هر کسی به قومیتش، پیامبر صلی الله علیه و میگه اگر کسی خود به غیر پدر خود نسبت میده فقط کفره. پیامبر قطع تهدید جدی میکنه، مرتکب چی شده؟ مرتکب کفر شده. پس همه زبان ها و اقوام و زیبایی اسلام دامیست. زیبایی اسلام ده چیست؟ دامیست که انسان های با تفاوت های زبانی و قومی و نژادی و با
در کنار هم در محور یک کلمه جمع میشن و شما این زیبایی را هنگامی که در مراسم حج یا عمره برین در اونجا خیلی خوب درک میکنین و آدم زیبایی اسلام را چقدر خوب در اونجا میبینه. دقت کردین؟ پس این یک نکته، یعنی نمیشه یک نفری به خاطر تفاوت زبانی و قومی و نژادی ادعای برتریت بکنه و تعصب قومی و زبانی و نژادی را به وجود. یک نکته دیگه سپردن مسئولیت ها بر افراد است. در سپردن مسئولیت ها بر افراد تقوا و تخصص هر دو مد نظر گرفته میشه. اینی گپم خوب دقت بکنین. مثلا ما نظام اسلامی داره، میخوایم که مثلا وزیر برق تعیین بکنیم. ما بگیم که خب کدام نفر دیگه تعیین بکنیم؟ فلانی مناسب که در فلانی مسجد در فلان جای درس خوانده، خیلی آدم متقی است، همین خیلی خوب است به وزارت برق. این گپ مسئله است؟ نه، تقوا داره خیر ببینه، تقواش برای خودش باشه، اما ما در کنار تقوا اینجا یک چیز دیگه هم ضرور داریم. چیز تخصص است. میشه که مثلا یک نفر در یک شفاخانه رفته بیچاره مریض از نزدیک عملیات است، ما پرسان بگیم که ما چاپ بزنیم که خود کدام مولای خود متقی ما پیدا بکنیم که بین عملیات کنه. این درست است؟ نه. در اینجا به چی نیاز میشه؟ به یک دکتر متخصص نیاز میشه. دقت کردین؟ پس اینا مفاهیم بسیار بالی که خیلی از پیشان در هم برهم شده. معیار برتری در اسلام تقوا هست، اما معیار سپردن مسئولیت بر یک فرد در کنار تقوا تخصص هم هست. فهمیدین انشاءالله؟ این تنها کافی نیست که دیگه یک نفر خیلی آدم خوب باشه، این که آدم خوب بوده که کل سوار آرزو میتیم. نه، نمیشه. اون نمیفهمه چی کنم. میشه شو آدم خیلی به اصطلاح خوب با تقوا رو پیدا بکنه و برش بریم نقشه این مسجد خوبته میتونه. این تقواش برای خودش الله برش مبارک بکنه، اما ما اینجا به چی نیاز داریم؟ به تخصص نیاز داریم. و به امی خاطر این گپ هم خوب بگینین، شاید یگان تا برش گپ یک رقمک پیدا شود. او مفاهیمی که در جامعه اسلامی، او امور و وظایفی که در جامعه اسلامی ما یک آدم مسلمان خوب پیدا نکنیم برای پیش بردن از او، یک کافر که تقوا مقوا بیخی نداره خود تخصص داره، از تخصص از او چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. متوجه شدیم؟ مثلا چی؟ در جامعه اسلامی رهبری عمومی جامعه را به غیر از مسلمان کسی دیگه کرده نمیتونه، اما در یک بخش خاصه که ما از مسلمان ها کسی را پیدا نکنیم که او را پیش ببره، تا زمانی که در اون امور رشته مثلا ما متخصص مسلمان تربیه میکنیم از یک کافر هم استفاده کرده میتونه. مثلا ما در افغانستان نظام اسلامی جور میکنیم، بنده وقت داریم، متخصصین مشخص داریم که بنده وقت بر ما چی بکنه؟ پیش ببره. ما میریم یک تا کافر از یک جای پیدا میکنیم، بیا بگیم پیسه هم برش میده، میگم این کارو برای ما چی بگو؟ پیش ببری. کار ما خلاف شریعت موافق با شریعت است. دقت کردین گپا؟ پس حتی نگاه نظام اسلامی امیر رقم است و بله این خیلی اولویت داره که ما باید اول چی داشته باشیم؟ کادرهای متخصص مسلمان هم داشته باشیم. اگر داشتیم باز بله نیاز به کافرکا این برو بیاد تو کارت که ما از خود داریم، اما اگر نداشتیم استفاده از دانش غیر مسلمان ها در زمینه های تجربی هیچ مشکلی نداره. فهمیدین ان شاء الله؟ خیر ببینید. خب پس این منظور ما از تقوا و تخصص در اینی بخش است. فهمیدین؟ یکی در باب فضیلت است و یکی در باب سپردن چی؟ سپردن مسئولیت ها. دیگه اخلاص در انجام امور. این گپ اون گپ بسیار مهم است که انسان باید دقت داشته باشه. اداره جامعه اسلامی در اسلام در مفهوم کلی عبادت دخیل است. در مفهوم چی دخیل است؟ چرا در مفهوم کلی عبادت؟ به خاطر که مفهوم عبادت یکی معنای خاصش است، یکی معنای عام عبادت است. غالبا ما شما وقتی میگیم عبادت مراد ما مثلا در ذهن ما اول میاد نماز و روزه و ذکر و تلاوت. اینا مفاهیم چیست؟ خاص عبادت است. یک نفر میره در جامعه مثلا دکانداری میکنه و هدفش کسب چیز؟ کسب روزی حلال است و احکام شریعه هم رعایت میکنه. اینمی هم عبادت میکنه، اما اینجا معنای چیست؟ معنای عام عبادت مراد است. در اداره جامعه اسلامی تطبیق احکام اسلام در زمینه‌های مختلف ای در مفهوم کلی عبادت دخیل است. چرا؟ چون الله متعال ما را مکلف کرده که در بین مردم بر اساس عدالت حکم بکنیم. عدالت یک گپ بسیار عام است، نه؟ یک گپ عام است. مثلا تو یک نفر مثلا بر تو 2 روپیه داده میگیره بر نیازمندا تقسیم بکنی. می 2 روپیه یک روپیش به یک فقیر بده، یک روپیش به یک فقیر دیگه. یعنی چیز
همین عدالت است. از این گپ گرفته تا گپ بسیار کلی که متعلق به کل جامعه میشه. اینا مکلفیت های شرعی است و الله متعال یک عبادت، ولو عبادت به مفهوم خاص باشه ولو به مفهوم عام باشه، زمان قبول میکنه بر اساس که اساس چی باشه؟ نیت خالصانه انجام شده باشه. پس زمامداران مسلمان و مسئولین نظام اسلامی در هر بخشی از بخش‌ها که باشه، اگر یک عسکرک خورترک باشه یا یک مامورک باشه تا اینکه یک رهبر عمومی جامعه اسلامی باشه، همه ایشان مکلف هستند در ادای وظایف سپرده شده خود باید اخلاص داشته باشند. اخلاص که داشت چی میکنن؟ کار را به بهترین وجه ممکن انجام میده. دقت کردین گپ مرا؟ کار را چرا؟ به خاطری که هدفش از انجام اینمی کار چیست؟ رسیدن به رضایت الله متعال است. و هر انسانی میفهمه که در یک کاری که من خیانت کردم بعد دیگه رضایت الله برای من حاصل نمیشه. مثال برای شما میتونم، مثلا من مامور باشم در دولت اسلامی، در یک جای مامورک باشم که مثلا به اصطلاح چی کنم، من صادره و وارده بکنم. من وقتی اینمی کار یک مسئولیت شرعی خود بدانم، هیچ وقتی مثل مامورین امروزی وارد کردیم پیشین که میشد میگه برو وقت رسمیات خلاص دیگه. نه، دقیقاً تا ساعت، اگر مثلا رسمیات دولت تا 4 بجه گفته، من تا ساعت 3:59 هم تا آخرین لحظه ای که اونجا مسئولیت دارم مسئولیت خود ادا میکنم. اگر ادا نکردم چی محسوب میشم؟ خائن. میفهمین گپا؟ انسان مخلص میدانه که مثلا من مسئولیت من تا ساعت چند بجه؟ از اینی بجه تا اینی بجه است. دقت کردین ان شاء الله؟ اینی موارد بسیار مهم است که مد نظر داشت. اما اگه مخلص نبود چی؟ اگه مامور باشه یا وزیر باشه، امیر که برش سپرده میشه مسئولیت، اول از این میگه خوب آله ما چه رقم ازی پیسه بدزدی کنم، نه همین وضعیت امروزی همین رقم است. اگه وزیر میشه پیش از پیش، خب اول خب بعد چقدر پیسه بده برای دزدای دیگه که دادم راز، نه دزدای سرگردنه پارلمان که از ما تیر شد، با این دزدای سرگردنه بعد پیسه بده که تیر شد، که تیر شد باز خودش بگه خوب آله مثلا من $1,00,000 خو مصرف کردم، آله چه رقمی $3,00,000 بعد از بیارم. اولین چیزی که در ذهنش میگرده چیست؟ از این دیگه توقع خیر خوبی حماقت است. متوجه شدین؟ دیگه جای از اینا باز در اسلام نه. اما اون نفری که رهبری جامعه را، ادای یک مکلفیت را یک عبادت بدانه و یک مسئولیت بدانه، او تلاش میکنه که خدا بکشه از اینجا. مثلا ما تشکیلات دولت اسلامی رو جور بکنیم، شما اینجا باشیم. متوجه شدین؟ مثلا به بخش وزارت دفاع هر کسی این حس اسلامی، هر کسی که خدا کشید که بیاد ما جنجال خدا بکشیم که بسیار مسئولیت سنگین است، اونو نفر اسلام صحیح فهمیده. متوجه شدین؟ متوجه گپم شدین؟ من چی میفهم بگم؟ اگر در اینجا مثلا تشکیلات دولت اسلامی جور شود و یک نفر را به عنوان وزیر تعیین میکنیم، هر کس که زیاد فرار کرده ازی بر از اون نفر سپرده میشه در اسلام. میفهمین؟ اون نفری که خوب فرار کرد، اون نفری که گفت ما هستم، اول برای سپرده نمیشه. اون نفری که نگفت ما هستم خیلی سیدوش که باشی چه وقت مرا صدا میکنه، برای ازی هم سپرده نمیشه. چرا؟ والله لا نولی احدا سأله او حرس علیه، قسم به الله هست، والله لا نولی هذا الامر احدا سأله او حرس علیه، قسم به الله ما مسئولیت رو بر کسی نمیتیم که او را خودش طلب میکنه، خودش خود کاندید میکنه، یا بر رسیدن به او حریص است. چرا؟ به خاطری که این نمی جایگاه را یک فضیلت میدانه بخواد، نه یک مسئولیت. نه که خود حساب میکنه که بچهش وزیر کشیدی این قما شد، نه قدر نفهم اصلا این ماشای رسمی را که حساب نمیکنه. ساعت تیر است که پیسا رو ببین، کشفش ببین، موترا رو ببین، لپ و جب ببین، نفهم این رقم فکر میکنن. به همین خاطر چی میکنن؟ در رسیدن به او جایگاه کله یک دیگه خود میده میکنن. پس اینی گپی است که بسیاری ها فراموش کردن. او را در نظام اسلامی از یک ماموریت خردترک گرفته تا رهبری عمومی جامعه، اینا مسئولیت است. هر قدر جایگاه تو بالاتر باشه مسئولیت تو چیست؟ سنگین تر است. و او مسلمانی که اینمی وظیفه را یک مسئولیت شرعی خود بدانه، کوشش میکنه از این چی کنه؟ خدا بکشه، نه ای که به خاطر رسیدن به او چی بکنه؟ تلاش بکنه. این گپ میتونه ضمنی این مسئله را جواب بده. که یک دیگه وقتا یک آدم یعنی سوال مطرح میکنن که چرا در اسلام نفهم زن نمیتونه رهبری عمومی جامعه را داشته باشه؟ اینجا حق زنا ضایع شده. اما تو میگن یا نمیگن؟ اسلام رهبری را حق نمیدانه، مسئولیت میدانه.
پس باید اتو گفته شود که یکی از حقوق اضافی که اسلام بر زنها داده است که زنها را از ادای مسئولیت‌های سنگین اجتماعی معاف کرده. قضیه این رقم است نه؟ اونا چی میکنن؟ سرچپه میکنن. اسلام بسیار ظلم کرده. چرا ظلم کرده؟ اسلام اجازه نمیده که یک زن رهبری جامعه را بکنه. حقش پایمال شده. آیا اسلام مسئولیت رهبری جامعه را حق میدانه یا مسئولیت؟ چی میکنن؟ یک چیز در ذهن خودشان است، او را اول سر اسلام میچسبانند، باز بر اساس سر اسلام قضاوت میکنن. اسلام ایده حق نمیدانه. متوجه شدین؟ بعد اتو گفته شود که یکی از حقوق بسیار بزرگی که اسلام بر زنها داده، این حق اسلام بر، چون وقتی تو از یک نفر یک مکلفیت میگیری یک حق اضافی برش دادی. یکی از حقوق بسیار بزرگی که اسلام بر زنها داده است که اونها را از مسئولیت‌های سنگین اجتماعی معاف کرده، مثل رهبری جامعه، مثل جهاد در راه الله. جهاد هم یک چیز، یک مکلفیت سخت است. خیلی از مردم ازش میترسن، نه؟ زنها خب بخی باید بترسن. خب اسلام اگه بازم اینا رو میگفت نه میترسی نمیترسی، ما مگر برو در جنگ برو، این ظلم بود یا نبود؟ اسلام از این معاف کرده. آیا این درست است که من بگم اسلام یک ظلم بسیار کلانی به حق زنها کرده، حق بیچاره را ضایع کرده؟ چی گفته؟ زنها باید جنگ نرن، در جنگ نظامی اشتراک نکنن. این گپ ما درست است؟ رهبری جامعه به مراتب سنگین تر از چیست؟ اشتراک در جنگ نظامی در مقابل دشمن است. اسلام از او زنها را معاف کرده، از این هم خیلی معاف کرده. زنها باید خوشحال هم باشن، همونطور از دیگه. اما او زن که وقتی میبینه که مثلا فلانی جانک اونجا رفته وکیل پارلمان شده، لبکای خدا سرخو زرد میکنه، چادر خدا نیمی کله خود میمونه، کتل لباس عجیب غریب خود میاره، نفرای بادیگارد های مرد نامرد که پشت از نماز علاوه که به خدا سعی که ما باندم. این تمثیلی که فعلا در جامعه ما از قدرت شده، اسلام بایی از ریشه مخالف است. متوجه شدین؟ اما چون در ذهن مردم هم این رقم گپ آمده، نه؟ راستیست باید بیا ادعا بکنه که خب میگم من از فلانی خانم چی کم دارم، ما نام شما نمیگیم، شما خوب میفهمین نه؟ اما چاقکا و لاغرک این از ظلم دیگه اصلا که تو به خدا کشف فرزند چه قدیور است. وکیل پارلمان هم از شور بخیر میمان یارم دعوتش میکنه و میمان نفهم غیر یار و تلویزیون هم تو چپ راست میاد، عکسش هم نیست، عکس دیگه هم نیست. دقت کردین؟ خب کتا میگه به خدا مرد دیگه زای که تو ماندیم به خدا اسلام ظلم کرده حق من. اما اگر بفهمه که اسلام چی میگه و به اسلام معتقد باشه، فهمیدین؟ دو گپ هست، یکی اسلام بفهمه، یکی به اسلام معتقد باشه. خیلی هایی که معتقد به اسلام هستن اسلام نمیفهمن، یا خیلی ها اگر اسلام میفهمن یا نمیفهمن به اسلام معتقد نیستن. طرف گپ ما او مردم نیست که به اسلام معتقد نیست، و گرچه میگه کار خودم میکنه. طرف گپ ما اونایی است که به اسلام معتقدن، باید اسلام بفهمن. فهمیدین گپ مرا؟ خب پس هرگاه یک انسان در مخلص باشه و مسئولیت های خود را یک مکلفیت شرعی بدانه، او میگه بیادر اگه میشه ماموریت هم من از این تیر یک چبروسی کردی نمونه که مزور ما بالاتر از این نمیرسه. اما آل متاسفانه چون نگاه ما به قدرت چیز دیگه است، نگاه ما به قدرت نگاهی نیست که اسلام داره، طبعا به خاطر رسیدن به مقامات بالاتر چی میکنیم؟ کله یک دیگه خودم ایده میکنیم. و احساس مسئولیت هم ضمن از این گپ ان شاء الله توضیح داده شد که یکی از ارکان فکری نظام سیاسی اسلام هست. و نکته دیگه عدالت و مساوات. عدالت و چی؟ عدالت و مساوات. اسلام البته تفاوت بین از این دو را مد نظر داشته باشین. گاهی وقتا یک مردم فکر میکنن لازمه عدالت است که حتما مساوات باشه. نه خیر، گاهی وقتا مساوات عدالت است و گاهی وقتا مساوات عدالت نیست. چی رقم؟ مثلا من به دو نفر یک مسئولیت را میتونم، هر دویشان مسئولیتشان یک اندازه هست، کارشان یک اندازه هست، باید بر هر دوی از اینها من مزد چی بتونم؟ یک اندازه بتونم. اگر ای هم 3 ساعت کار میکنه و کاکای پالیش هم 3 ساعت کار بکنه، من برای 2 ساعت بتونم، برای 3 ساعت بتونم. خب اینجا مساوات نقد کردیم، عدالت هم نقد کردیم. چرا؟ چون مکلفیت ها مساوی بود، باید حقوق هم چی باشه؟ مساوی باشه. اما اگر این کاکا 1 ساعت کار میکنه، پولفردی 3 ساعت کار میکنه، من برای کاکای اولی به اندازه 1 ساعت باید ماش بتونم، برای کاکای دومی به اندازه چی؟ 3 ساعت. اگر یک نفر بگه نه تو خراب کردی دیگه، چرا برای خودت؟ خب میگم برادر عزیز درست است که مساوات نیست، اما عدالت است. چرا عدالت است؟ چون بر هر کسی به اندازه مسئولیتش چی دادیم؟ امتیاز دادیم. اسلام تا جایی که مساوات با عدالت یکی باشه مساوات داره.
در جایی که مساوات عدالت نباشه چی رو ترجیح میده؟ عدالت رو ترجیح میده. اگر یک نفر بگه در هر جای باید مساوات باشه، خودی از این خلاف عدالت است. متوجه شدین؟ اگر یک نفر بگه که نه در هر جای باید چی باشه، این خودش اصلا عدالت به صورت کامل چی کنه؟ کامل نقض کرده. بلکه اسلام یک دین عدالت محور است و بله تا جایی که مساوات متضمن عدالت است مساوات میکنه. جایی که مساوات عدالت نقض میکنه باز اسلام چی میکنه؟ عدالت. خب دایره عدالت چقدر هست؟ خورترک است کلان. دایره عدالت در اسلام هیچ حد و حدود نداره. در مورد کل مسلمان ها عدالت بکنی بله، خرد کلان پیر جوان هر چی که هست بله. ظالم است بله، در مورد ظالم هم باید عدالت شود. بفهمین؟ در مورد ظالم عدالت شود یعنی چی؟ یعنی به اون اندازه ای که مرتکب ظلم شده باید مجازات ببینه. اگر یک کلمه اضافه مجازات شد این ظلم است. دلیلش چیست؟ شما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دادین شنیدین نه؟ یک کسی به جرم زنا رجم میشه و در زیر رجم کشته میشه. اینمه قدر کس حق داره بکنه. یک صحابی یک کلمه زشت برش میگه این کس حق نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار قار میشه. یک نفر به تعجب میگه اون نفر کشی چیزی گپ نبود، حالا که ما گفتیم این گپ کار بده کرده بالا میت میگی این می عدالت است. متوجه شدین گپ؟ بوریکی گپ متوجه شدین؟ اون نفر کشته میشه. یک نفر میگه سه که عجب آدم میگه میکشه دقیقش نیست که ما آدم گفتم میگم آدم بعد از تو ممانعت میگیری. بله ممانعتت میکنم چون اونمو قدر حق داری برش گپ بزنی. یک کلمه اضافه هم تو حق نداری برش گپ بزنی و اگر یک کلمه اضافه میگی ظلم میکنی. متوجه شدین گپ؟ عدالتی نیست. خب در بین مسلمان های بسیار بد هم عدالت باید شود. بله مسلمان خیلی بد هم اگر بود کسی در مقابل از او ظلم کرده نمیتونه. خب دیگه چی؟ کافر؟ بله کافر. کدام کافر؟ یک نفر میگه خب برو کافرای جنگ نمیکنن کافرای غیر حربی. بله در مورد کافرای غیر حربی عدالت باید بکنیم. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دشمنی یک قوم باعث نشه که شما در مورد از اونها عدالت نکنین. اعدلوا هو اقرب للتقوى. یا در آیت دیگه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله شما را نهی نمیکنه از اینکه در امور او کسی که در امر دین با شما جنگ نکرده و شما را از دین اخراج نکرده با او چی بکنین؟ احسان و عدالت بکنین. ان الله يحب المقسطين. الله عدالت کننده دوست داره. خب اگه کافر حربی شد چی؟ در مقابل کافر حربی در میدان قتال هم عدالت کس نقض کرده نمیتونه. پس عدالت در اسلام هیچ نوع محدودیت در مقابل کافر چی رقم عدالت کنین؟ در میدان جنگ کی میگه؟ کی رقم میکشیم دیگه چی فهم نداره عدالت؟ بگین جنگ کنیم مسئله نمیکنیمش دیگه؟ تعدی و تجاوز نمیکنیم دیگه؟ جنگ خراب میکنم دیگه بیشتر تخریب میکنم چی نمیکنم. او برای مسلمان های باقی است. کافر اگر تو بفهمی که اون طرف از طرف بدار میخوره باز میری پشتش. سعی کنیم. قرآن کریم میگه وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. بجنگین در راه الله در مقابل او کسانی که با شما میجنگن اما از حد نگذرین. مفسرین در این باب چند تفسیر میکنن. یک، شما آغازگر جنگ نباشین. دوم، از حد نگذرین. امید یک تفسیر دیگه همیست مثلا اون را مثلا نکنین. متوجه شدین؟ گپ مهمتر دیگه ایست که اراده نفس خودتان در جنگ در مقابل کافر در میدان جنگ دخیل نشه. متوجه شدین یعنی چی؟ یعنی اگر مسلمانی مجبورم شده در مقابل یک دشمن حربی بجنگه و او را در مقابل شمشیر بکشه هم هدفی مسلمان در امونجا هم خیرخواهی به این کافر است. او خیرخواهی چیست؟ ایست که تو میخوای امو هدایت شود. پس هر سبب از اسباب هدایت که در میدان جنگ هم ایجاد شد تو باید اون امور دنبال بکنی. در میدان جنگ بله در میدان جنگ. در وسط معرکه بله در وسط معرکه. به دلیل چی؟ شما غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندین نه؟
غزوه خندق خواندیم، غزوه خیبر خواندیم. غزوه خیبر چند روز طول کشید نه؟ هر روز مسلمان ها یک قسمتی از مناطق خیبر مثلا میگرفتن و اونا قلعه های بسیار مستحکم داشتن. هر روز که پیامبر دوباره مجاهدین روان میکرد بازم چی میکرد؟ اونا رو چی میگفت؟ بازم اول دعوتشون بکنید. این تو نبود که در اول جنگ گفت دیگه با تا آخر زدنش ما تو کسر زنده نموندن. نه، هر بار دیگه، هر روز دیگه که باز میرفت بازم دعوت میکردن. چی گپ است دیگه؟ خود نفر کشته است. چرا ما مسلمانیم و به خاطر دین الله جنگ میکنیم؟ امی کافره که به نص قرآن شدیدترین دشمنی را با ما داره، در میدان جنگ که کوچکترین غفلت باعث میشه ما را بکشه، بازم خیرخواهی ما در مورد از اونها فراموش نمیشه. شما میفهمین؟ حالا یک گپ بسیار مهمه میگم، امی کلاهای اندی والله ما خوب باز شوه. مسلمانی که به خاطر دین الله آماده کشتن و کشته شدن است، هدف اصلی از دین را که هدایت انسانها و نجات انسانها از جهنم است، در حین معرکه هم فراموشش نمیشه. به همین خاطر بعد از چند روز جنگ هم وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا میکنه که شما فردا بیرق را به دست او کسی میتیم که الله پیامبر را دوست داره و الله پیامبر او را دوست داره. عمر رضی الله عنه میگه که بیشتر گفتیم، میگه هیچ وقت نشده بود قسم به الله که من به خاطر رسیدن به یک جایگاه اشتیاق در من پیدا شده باشه بجز این جای. چرا اینجا عمر میخواست کی مسئولیت ای افتخار رو کسب بکنه؟ نه، میگفت من به خاطر از اینجا اشتیاق پیدا نکردم که پیامبری قماندانی جنگ به من بده، به خاطری که پیامبری صفت بسیار بارزه گفت که من بیرق را برای کی میتم؟ برای او کسی میتم که الله پیامبر را دوست داره و الله پیامبر. این بسیار گپ کرد. عمر میگه فقط دمیج من خواستم که اینجا چی این مسئولیت برای من سپرده شود به خاطر این فضیلت. اما وقتی فردا پیامبر آمد در بین مجاهدین دید که نفری را که میپالن نیست. گفت کجاست؟ علی ابن ابی طالب. برش گفتن یا رسول الله مریض است. گفت صدایش بکنید. صدا کردن. علی رضی الله عنه چشماش درد میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آب دهن مبارک داد، چشمای مبارک علی رضی الله عنه گذاشت و الله برش شفا داد. بعد بیرق را برش داد. برش چی گفت؟ گفت ای علی، در میدان جنگ هم هست، وقتی میری بازم اونا را به چی دعوت بکن؟ به اسلام دعوت بکن. قسم به الله است اگر یک نفرشان هم دعوت اسلامی را همینجا قبول بکنه، همین یهودی هایی که در مقابل پیامبر الله می جنگن، اگر قبول بکنه برای تو از شتران سرخ موی چیز به مراتب ارزشمندتر است. این حدیث پیامبر در چه گفته؟ در وسط معرکه در مقابل کی؟ در مقابل یهودی که با کی می جنگه؟ با رسول معظمی که از جانب الله مستقیم برش وحی میشه. توجه شدین؟ و به همین خاطر این روایت مشهور از گرچه من از لحاظ سند زیاد نمیفهم اما مفهوم بسیار زیبایی داره. استاد ما دیدیمت که آمدی مثل تو ما شما ضعیف نیست که بیایم باز بگه آمدن نه آمدن. میگه به تنظیم خلاص. علی رضی الله عنه روایت مشهور است که میگه در میدان جنگ در مقابل یکی از قماندانای مشرکین وقتی پیروز میشید آب دهن خود برش میندازه. جا از کشتنش دست خود میکشه. شما میگه تو چی رقم بودی در میدان جنگ؟ میگه تا قبل از این هیچ نیت دیگه به خاطر جنگ ما در مقابل تو وجود نداشت، اما وقتی تو در مقابل من یک عمل نشان دادی، من ترسیدم که هوای نفس ما در کشتن تو دخالت بکنه و حکم الله فراموش میشه یا حداقل کمی خدشه داشته. یعنی نیت ما چی شوه؟ مثلا به اصطلاح از 100% یک 2% برای دفاع نفس ما قرار بگیره. نخواستم این جگی گپ شوه. حالا هر کسی که در هر جای هر کار را به نام دین میکنه، این که چند فیصد به خاطر الله، چند فیصد به خاطر نفس خودش، هر کس خودش میفهمه و قضاوت خودش. پس دین الله متعال یک دین عدالت محور است، در هیچ حالتی در مقابل هیچ کسی در هیچ وضعیت عدالت نقض کرده نمیشه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب